درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 65. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی هشتم، بابی یکم. کوروش چنین سخنرانی کرد: از پی او خریسنت برخاست و گفت: در حقیقت جنگاوران، من در حالتهای دیگر اکثراً مشاهده می کردم که حاکم عاقل از پدر خوب فرقی ندارد. مانند آن که پدران برای فرزندان خود غمخوارند تا که آنها هیچگاه از چیزهای ضروری حیات محروم نباشند، کوروش هم به نظر من امروزها به ما چنان مصلحت‌هایی می‌دهد که به شرافت آنها خوشبختی خود را بهتر نگاه داشته می‌توانیم. اما درباره یک چیز من باور دارم او کمتر از آن که ضرورتر بود حرف زد. من کوشش می‌کنم برای آنهایی که این مطلب را نمی‌دانند شرح دهم. در خاطر نگاه دارید کدام جنگاورانی بی انتظام شهر دشمن را اشغال کرده توانستند؟ محافظت کدام شهری دوست به نافرمان برداران میسر گردیده است؟ کدام لشکری که از سرکش و نافرمان برداران تشکیل یافته است به پیروزی نائل شده است؟ در کدام حالتها آدمان در جنگ بیشتر مغلوب می شوند؟ مگر آن وقتی نبود که هر کس تنها درباره نجات شخصیش اندیشه می کرد؟ آنهایی که به بهترین ها اطاعت نمی کردند چه دستاورد خوبی دارند؟ کدام شهرها طبق قانونها اداره می شدند؟ کدام ثروت‌ها حفظ کرده می شدند؟ کشتی‌ها چطور به جای تعیین شده رسیده اند؟ آری، خود ما نیز همه آن چیزهایی را که حالا داریم چطور به دست می آوردیم؟ بجز آن که به فرمان فرمای خود اطاعت می کنیم، چون که به شرافت همین گونه فرمان برداری ما شب و روز به زودی به هر کجایی که ضرور بود می رسیدیم، راه می رفتیم
و در گرد راهبرمان حلقه می زدیم. برای این مغلوب نشونده بودیم. یگان سپارش او را تنها نیمکاره اجرا نکرده ایم. اما اگر فرمانبرداری برای نائل شوی به موفقیت واسطه بهترین باشد، پس آن همچنین می توانید باوری پرره داشته باشید وسیله بهتری محافظت نمودن هر چیزی که باید مورد محافظت قرار گیرد به حساب می رود. پیشتر بسیاری ما کسی را در زیر اطاعتمان نداشتیم، ولی خودمان در تحت فرمانفرمایی دیگران بودیم. حالا برعکس احوال همه آنهایی که در اینجا حاضرند چنان است که همه شما فرمان می دهید. بعضی ها به شماره بیشتری آدمان، بعضی دیگرتان به مقداری کمتر. اما مانند آن که خود شما کوشش به خرج می دهید تا قدرت خیش را بر آدمان تابع شما نگاه دارید، عیناً همین طور برای ما نیز ضرور است فرمانبرداری کسی باشیم که سروری ماست. در عین حال رفتار ما باید از رفتار غلامان محض با آن فرق کند که غلامان بی اختیار به خواجگانشان خدمت می کنند، در حالی که ما اگر تنها آزاد بودن خواهیم باید اختیاراً کاری را انجام دهیم که به حد بیشتر ضرور به نظر می رسد. شما به آسانی معین کرده می توانید، ادامه داد او، که حتی در جایی که دولت‌ها حاکمیت شاهیگری ندارند، برای دشمنان آن شهری آسیب پذیرترین است. آن از همه بیشتر برای آماده اطاعت به حاکمان ضرورت دارد. پس ما چنان که کروش مصلحت می دهد به قصر او حاضر خواهیم شد. در همه ساحه هایی که برای نگاه داشتن دستاوردهایمان بهتر کمک می کند تمرین می کنیم. بیایید خود را کاملا به اختیار کروش وامی گذاریم. در برابر این ما باید مطمئن باشیم که کروش برای ما چنین خدمتی را پیدا کرده نمی تواند که به نفع خودش بوده برای ما نباشد، زیرا منفعت همه ما یک است و دشمنان ما نیز یگانند. پس از چنین سخنرانی خریسند، اشخاص زیاد دیگر از حساب هم پارس‌ها و هم پیمان‌ها برخاستند تا که درباره رضایت خود ابراز نظر کنند. در نهایت کار به قراری رسیدند که جنگاوران اصیل باید همیشه به دربار کروش حاضر شوند و تا دمی که آنها را اجازت رفتن نمی دهد آزادی خود را پر به اختیار او واگذارند. مانند آن که در آن وقت به چنین قرار رسیده بودند، حالا هم ساکنان آسیا که در زیر حکمرانی شاهانند چنین کار را به اجرا می رسانند. آنها تا حالا هم در دربار حاکمان خود خدمت می کنند. همه این قاعده ها را به طوری که در قصه امان نشان دادیم، کروش برای نگاه داشتن قدرت خود و هم پارس ها مقرر نموده بود و آنها تا به حال از جانب شاهان فارس وارثان او رعایت می گردند. واقعاً در اینجا نیز وضعیت مثل موردهای دیگر است. راهبر دولت هر قدر بهتر باشد، قانونها همان قدر بی نقصانتر و هر قدر بدتر باشد
بی اهمیت تر به اجرا می رسند. همین طریق جنگاوران اصیل به نزد دربار کوروش سوار اسب‌ها و با نیزه هایشان حاضر شدند، زیرا که طرز کار را همه آنهایی که در دوره تأسیس دولت نو کارنماییشان را نشان داده بودند قبول کرده بودند. در ساحه‌های گوناگون حاکمیت داری کوروش اشخاص مسئول گوناگون را تعیین کرد. در حاکمیت او قبول کنندگان درآمدها و ناظران صرف و خراجات، محافظان مال و ملکی برای تأمین دسترخوان اختیارداری می کردند بودند. وی اینچنین ناظران سیزخانه ها و سقخانه ها را تعیین و آنها را از بین آدمان انتخاب می کرد که ایشان را در آماده نگاه داشتن اسب‌های و سگ‌ها برای او قابلیتناکتر می دانست. اما در باب اشخاصی که در شخصیت آنها یاردمچیانش را در ساحه حفظ نیک و احواری عمومی پیدا نمی کرد، جرأت نمی کرد که غمخواری من بعده آنها را به دوش دیگران واگذارد و به اختیار خود واگذاشتن این کار را ضرور می شمارید، زیرا می دانست که اگر لازم آید که یگان وقت به جنگ وارد گردد، از بین این آدمان باید برای خود جنگاورانی را جلب کند که در پهلو یا عقیبگاهش قرار گرفته خطرهای بزرگترین را با او از سر گذرانند. درک می کرد که از حساب خود آنها اگر به کجای فرستادن استراتژی های لازم آید که قابلیت بی دخالت او به سامان رسانیدن وظیفه‌شان را دارند، مجبور بود که از بین این آدمان نزدیکش انتخاب نماید و آنکه بعضی از آنها باید به حیث پاسبانان و حاکمان شهرها و خلقهای مشخص تعیین گردیده، بعضی دیگرانشان به حیث قاصدان خدمت کنند که آنها را برای به دست آوردن هدفهایشان بدون جنگ وسیله مهم می شمارید. اگر این طایفه آدمان که با مدد آنها کارهای زیاد بزرگ به اجرا می رسیدند طبق ضرورت به آنها نباشند، پس فکر می کرد او کارش به کلی بد خواهد شد. اما اگر چنان باشند که ضرورت به بودش آنها موافقت دارد، فکر می کرد او پس تمام کارهایش خوب خواهد شد. او پابند این عقیده و سرگرم این شغل گردید. در عین حال باوری داشت که خود همین کار برای او یک مشق شجاعت نیز خواهد بود، زیرا حکم می‌راند او اگر خودت در همه جا نمونه نباشی، دیگران را به کارهای نجیب وادار کرده نمی‌توانی. با اجرای این نیت درک می‌کرد که پیش از همه به فراغت نیاز دارد اگر خواهد که برای اجرای کارهای مهمترین شرایط مهیا سازد. البته برای خود بی‌اعتنایی در نسبت غمخواری بر درآمدهای مالی را ناممکن می‌دانست، زیرا پیشکی احساس می‌کرد که برای اداره چنین دولت عظیم خراجات کلان نیز ناگزیر خواهند بود. در برابر این درک می‌کرد که اگر خودش با این کارها مشغول شود، پس در حال توسعه یافتن حدود ملکش این کارها برای غمخواری درباره منفعت‌های عالی تمام دولت وقت خالی باقی نمی‌گذارد.
بنابراین درباره چطور تشکیل کردن اداره خواجگیداری و در عین زمان مهیا ساختن شرایط برای استراحت خود اندیشه رانده، توجهش را به ویژگی‌های سازمان دادن ترتیبات در لشکرش جلب نمود. در آنجا اساساً دیکدرخ‌ها و گروه‌های دهگانه خود، لاخک‌ها و دیکدرخ‌ها، خیلی ارخ‌ها و لاخک‌ها، میری ارخ‌ها و خیلی ارخ‌ها نگاه و بینی می کنند. در نتیجه هیچ کس بی نظارت نمی ماند. حتی اگر شماره جنگاوران به 10,000 نفر رسد و وقتی که به استراتیگ لازم آید که لشکر را برای یگان هدف استفاده برد، به او تنها فرمان دادن به میری ارخها لازم است و بس. اینک مثل این ترتیب و نظام در لشکر، کوروش عیناً به همان گونه اداره کارهای خواجگیداری را نیز با هم متمرکز نمود. در نتیجه گرچندی که او با صحبت همراه چند نفر محدود شده باشد هم، یگان کاری خواجگیداری از نظر او در کنار نمی ماند. زیاده از آن، شروع از همان لحظه او نظر به مثلا صاحب یگان خانه و یا یک کشتی برای فراغت وقتی زیادتر داشت. به این طریق کارهایش را به ترتیب آورده آدمان را از حساب نزدیکانش تعلیم می داد که چنین ترتیب را رعایت نمایند. همین طریق کوروش فراغت ضروری را برای خود و شریکانش مهیا ساخته، نهایت به غمخواری توجه نمود که آنها باید به طور مناسب تأمین می گردیدند. پیش از همه اگر کسی از آنها به دربار حاضر نشود، گرچندی که از غلامان خود درآمدی کافی می گرفت، کوروش حتما در این باره اطلاع می گرفت. او اعتقاد داشت آنهایی که به دربار آمده اند نباید به صادر نمودن یگان کاری ناشایسته و ننگین راه دهند، زیرا تمام عمر آنها از پیش نظر حاکم دولت می گذرد و اعتقاد درباره آن داشت که هر یک رفتار آنها را آدمان بهترین مشاهده می کنند. آنهایی که به قصر حاضر نمی شدند به اندیشه کوروش یا به سبب بدرفتاری یا یگان گناه و یا از بی احتیاطی نمی آمدند. شما گفتار 65 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.